امریکا آمدیم به خاطر یک گلاس چای نه، به خاطر نان نه، به خاطر چکر هم نه، اما به خاطر درد تاجک ها و درد مهاجرین و به خاطر این کتاب ها آمدیم. آقای محمد صابر ناصری رئیس دفتر روابط افغانستان و آمریکا با منظور رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان و انجام مذاکرات درباره آینده این کشور و کشورهای ترکیه، تاجیکستان و ازبکستان سفر کرد. در آخرین سفر وی به تاجیکستان شماره از شخصیت‌های سیاسی اسبق افغانستان، مقیم این کشور، شاعران، نویسندگان، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغانستان، همچنین تعداد از مقامات، شاعران و نویسندگان تاجیکستانی برای دیدار با آقای ناصری وی را به یک نشست دعوت کردند. در این برنامه کتاب عیاری از خراسان که توسط محترم جعفر رنجبر تهیه و تنظیم شده است و کتاب گواهی نامه اثر از محترم خیر محمد امین سنجارکی نیز رونمایی شد. شایان ذکر است که این کتاب مورد تایید رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان قرار گرفته و از آقای محمد صابر ناصری نیز در آن تقدیر شده است. در جریان این نشست آقای ناصری اظهار داشت مردم افغانستان در کشورهای مختلف از ترس بازگشت به افغانستان توان خروج از خانه‌های خود را ندارند. ما باید در این روزهای دشوار در کنار مردم افغانستان باشیم. وی همچنان تاکید کرد که دفتر روابط افغانستان و آمریکا همواره در تلاش حمایت از مردم افغانستان خواهد بود و صدای آنان را به گوش جهان خواهد رساند. یقین کنید که از طرف شب من گریه میکنم به حال کی؟ به حال مهاجرین و من تقاضا میکنم از شما هم که با ما غم شریکی کنید. یقین کنید که شوهرهای کسایی که با گناه یا بی گناه اخراج شدن اما طفلایش اینجا ماندن جرأت نمیکنن که برن از دکان سودا بخرن. من همکارم همونجا نشسته است، امیتیم هم همونجا آرش جان است نشسته است، اما آخر از برادران تاجکم است. یقین کنید که اونا را روان میکنم در بعض جایا که برین به اینا غذا ببریم. سال نو است باید برای فامیل خود لباس یا چیز بخرن، اما به خاطر ترسی که ما پس در گیر اجدارهای افغانستان نفتیم بیرون از خانه نمیروند. و از شما تقاضا میکنم که اکثریت در این مجلس فعلا فکر میکنم که افغانا هست، برادران تاجک ما هستن. از شما تقاضا میکنم که با ما همشریکی کنید و کمک بکنید. پیام از اونا باشه. شرکت کنندگان این نشست ضمن خوشامدگویی به آقای ناصری از خدمات دفتر روابط افغانستان و آمریکا برای مردم افغانستان به ویژه در تاجیکستان قدردانی کردند. همچنین مردم تاجیکستان از حضور آقای